آفتاب رفت ولی من عینکو میزنم. دیگه منم میزنم دیگه. میدونی چرا؟ پیکات باز. عینکو میزنم چون که آینده رو میبینم خیلی روشنه داره میزنه تو صورتم. کجا بودیم؟ اینا رو برمی‌دارم. نه بذار باشه. میرسه به بحث این که شما یه سری از آدما میان توی زندگیت که ترجیحاً آدم باید دور و اطرافش باید ایزوله باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی هر کسی که میخوای بیاری توی دایرت که باش ارتباط داشته باشی، خب باید به هم مسیر در درجه اول باشه. جایگاه طرفو باید تو زندگی خودت بذاری دیگه. میدونی چی میگم؟ حریمی باید مشخص کنی. دقیقاً. یعنی اگه مثلا طرف میبینی که داره توی صحبتی که باهات میکنه انرژی منفی بهت میده، اون فرد اصلا نباید باشه. ببین یه داستانی که هست، من مثلا پیج شخصی 800 نفر آدم دارم تقریبا. شاید 700 نفرشون رو مستقیما بشناسم. 5 نفر دورم من. میدونی چی میگم؟ 5 نفر، حالا بجز خانواده‌ام 3 نفر دورم من. بخوای حساب کنی 2 نفر دورم. آخه احتیاجی نیست. اولا اینکه من خودم با تنهایی خودم حال میکنم. یعنی مشکلی با خودم ندارم. دقیقاً. اولین نفر خودم با خودم رفیقم. صبح پا میشم اول حالا با خودم حرف میزنم. میدونی حالا مثلا امین آباد بستری نکنن ولی از خودت نه. ببین واقعا یه چیزی یه ذره توضیح دادنش سخته. مثلا چه میدونم خودمو میبینم حال میکنم. شاید اعتماد به نفس کاذب، شاید هر چی، ولی چرا من حال میکنم با خودم. اصلا همچین چیزی نیستش. این خودش باعث شده که خیلی تصمیم‌ها رو مثلا شاید سلفیش بگیرم ولی یعنی خودخواهانه بگیرم ولی اوکی بوده تا الان. به غیر از خودم 3 نفر به جز خانواده‌م و حالا اینا 3 نفر دورمن که احتیاجی نیست. بیشترین تایم من با اونا میگذرونم، احتیاجی هم ندارم. دقیقاً احتیاجی نیستش که آدم 800 نفر که مثلا من شاید بیشتر از اینا رفیق دارم. رفیق که یعنی دوست دارم. میدونی آدم میشناسم شاید اینجوری. زندگی خود جنگه دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی تو اون گروهی که میخوای توش، به قول خودت چند روز پیش داشتیم صحبت می‌کردیم که آدما همه دوست دارن که تعلق داشته باشن به یه گروهی، به یه قبیله‌ای، به یه چیزی. که یه نفری میره یه جمعی از دوستاشو درست میکنه، تقریبا بعد اون جمع دور اطرافیانش مواظب هم دیگه باشن. 100%. میدونی چی میگم؟ وقتی که یه نفری میاد توی حریمی که برای خودت درست کردی و انرژی منفی به تو میده، خب من 100% تو رو بنت میکنم، تو اصلا بلاکی نمیتونی بیای نزدیک من. و اون میدونی من این نظری هم که طرف میده برای من اهمیتی نداره. من مثلا اون موقعی که دورم شاید 12 تا سیبیل بودیم، 15 16 تا دختر بودن مثلا، حالا هر شب ها اینا رو میدیدم و اینا، حرفایی که اینا به من میزدن یا اصلا اتفاقاتی که پیش میافتاد موقعی مثلا کار کردن میومد تو ذهن من. میدونی مثلا موقعی که میخواستم آقا یه قدمی بردارم برای خودم، مثلا موقع موزیک کار کردن خیلی ذهنت درگیره، خیلی مثلا تو فکر یهو حرف یکیشون میاد تو ذهنت، شاید هم به شوخی یارو گفته ولی شوخی بوده که شاید من اون لحظه کول برخورد کردم باشه. و کم کم به این نکته رسیده بودم که آقا لازم نیست اصلا این همه آدم دور من باشه. مثلا چیزایی که من الان مثلا در حال حاضر میشینم کار میکنم، فوکسم کامل رو کاره، کم بیارم یه هول مثلا یه لحظه خسته شم به حرفای تو فکر میکنم مثلا، میدونی میگم که مثلا آقا ادامه بده اصلا فلان کن، الان یه لحظه استراحت کن، 5 دقیقه استراحت کن، دوباره کارتو بکن. اون لحظه‌ای که مثلا صبح داری بیدار میشی، دیشب بازی اینتر و بارسا بوده، دیر خوابیدی، صبح داری 5:30 صبح بیدار میشی، به این نکته ها من فکر میکنم، به حرفای خوبی که مثلا رفیق خوبم بهم زده، میگه آقا پاشو بجنگ، اصلا مهم نیست چه حسی داری الان، پاشو ادامه بده. دقیقاً. خوب میشی، پاشو ادامه بده، خوب میشی. مثلا 3 ساعت بعد اوکی، اصلا یادت رفته که خوابت میاد مثلا. ولی حالا اگه آدم مثلا منفی دورت باشه، آدمی باشه که تازه اون ساعتی که داری تو بیدار میشه اون میخواد بره خونه بخوابه، تو هم اینجوری که رفیق من الان چقدر ریلکس داره، من الان دارم مثلا چه میدونم مثلا پارتیو ولش کن، این دورانو من گذروندم، بذار اینو برای تعریف بکنم. یه مدتی بودش خب من مثلا واقعا داشتم گرایند میکردم، داشتم سخت کار میکردم،
میدونی چی میگم؟ همین الانش هم همین کارو داریم. خب یه ذره خب شلتر. موقعیت هم یه مقداری راحت‌تر، نه اینکه راحت‌تر، میدونی اون موقع مثلا یدی کار می‌کردم، خب فیزیکال بوده بیشتر، داشتم خاکخوری می‌کردم. الان بیشتر با ذهنمه، دیگه اتوماسیون داریم، میدونی چی میگم؟ آره متوجه. یعنی اون موقع مثلا اینجوری بودش که مثلا دوستای من اینجوری بودن که یهو ساعت 9 شب به من زنگ می‌زدن، خب ما داریم میریم فلانجا پارتی، پشت تو هم بیا. من کجا بودم؟ مثلا حسن آباد قم، تو خط مثلا قیافه ترکیده، مثلا داشتم شاسی دستگاه مثلا پیچ می‌کردم. میدونی چی میگم؟ بعد مثلا توی ذهنم اینجوری بودش که خب ای بابا من از اینا موندم. آره من مثلا اونا دارن میرن حال بکنن، فوموی در واقع داری دیگه. اونا رفتن دارن حال میکنن، دارن جوونی میکنن، من الان اینجا نشستم مثلا پیچ گوشتی آچار دستم افتادم رو استی. ولی الان اونا کجان؟ اونا هنوز دارن پارتی میکنن. شاید ضعیف‌تر، یعنی از نظر ذهنی ضعیف‌تر شدن 100%. از نظر جسمی، چون همیشه که 20 سالت نمیمونه که مثلا اون انرژی که 20 سالگی داری حالا مثلا بری پارتی و فلان. پارتی جایی نمیره. امروز هم که مثلا الان داریم اینو ریکورد میکنیم شنبه است، یعنی شنبه الان همه اعصابا خراب اینجوری هم فلان هم بیسارن، کلا دارن با آخر هفتهشون فکر میکنن که آقا کی تموم میشه. چی تموم بشه؟ زندگیته. تو یه دونه چند تا ویدیو قبلی گفته بودم مسیری که آخرش به بهشت ختم میشه از جهنم میگذره. یعنی برای همین ورزش کردن سخته، صبح بیدار شدن سخته، آدم خوب بودن سخته، نمیدونم کار کردن سخته. خود کار کردن خیلی سخته، میدونی چی میگم؟ ولی برعکسش هم هست. آره. مسیری که به جهنم ختم میشه هم از بهشت رد میشه. پارتی کردن حال میده، نمیدونم دختر بازی کردن حال میده، تا لنگ زور حال میده، دقیقاً حال میده. ولی مسئله اینجاست که شما میخواید 10 سال دیگه میخوای کجا باشی؟ تموم شد رفت. بعد الان تو جامعه خب من خیلی دارم میبینم یارو میگه آقا ما معلوم نیست 10 سال دیگه زنده باشم، یعنی یه ذره امید، یه ذره که نه خیلی امید به زندگی. اگه شاهرگ اینجامو نزنه آره زندم. مخصوصا تو قشر متوسط رو به بالا این اتفاق افتاده، نه قشر متوسط رو به پایین، یعنی اونایی که حالا مثلا دغدغه نون شب ندارن حداقل، میدونی. شاید یارو الان با این داستانا دوبهش شده مثلا چون کیش پسرفت کرده، یه ذره پسرفت کرده، الان ناراحته. اونم رو همه است، اون فشار رو همه اومده، من اتفاق افتاده، رو تو اتفاق افتاده، رو همه اتفاق افتاده. ولی مثلا طرف الان امید به زندگیش خیلی، اونم میگم نمیشه قضاوت کرد، اون آدمم امید به زندگیش خیلی اومده پایین. مثلا اینجوریه که آقا من خودمو نکشم، همین که امشب و فردا کنم تموم شده رفته، حالا فردا بهش فکر میکنم که چیکار. من الان مثلا تو آدمایی که باشون بزرگ شدم نگاه میکنن، اکثرا هدفی ندارن دیگه، اکثرا فقط فکر اینن که حالا پول امشبشون در بیاد، در واقع پول اشغال امشبشون در بیاد، یه حقوقی میگیرن و حالا اونایی هم که کار میکنن، اونایی که کار نمیکنن که اصلا دقیقاً اون حد ذهنی است دیگه. میدونی چی میگم؟ من خودم مثلا اینجوری هم که اینا همونایین که باید برن عشق ابدی نگاه کنن. تو عشق ابدی نگاه می‌کنی؟ نه. ندیدم. ببین اصلا بلایند دیت و اینام ندیدم تا اصلا. ببین اگه تو اکسپلور من این مزخرف نیومده بود اصلا من هنوز نزدم ولی میاد. کرج بعد عشق بچهای کرج عشق انا، ولی خب بعضی از بچه محلات داش همه جا هست. آره خود اینجا هم هست. اینجا هم هست. شمال شهر هم هست. این داستانا خیلی زیاد هم هست. آره اتفاقا اونجا که اصلا تا اینجا یقه رو بازی می‌کنن، تیپ اپتیمایی و کالج و دقیقاً. ما قضاوت نمی‌کنیم آقا. به ما اصلا شاید تو خود خیلی تیپت خوبه، منم خوب نیستم. من تیپم خوبه. Emotional damn it. آسمون جر خورد. چیزی هم که هست خب این تهاجم فرهنگی است که داره به دختر پسرا میشه. خیلی یه تهاجم فرهنگی عجیبه بعد کووید. بعد کووید اتفاق افتاد. اصلا یه تهاجم فرهنگی عجیبیه که واقعا نه فقط تو ایران، همه جای دنیا هست که اصلا شما پسر رو به خاطر پولش باید باش ارتباط برقرار کنی. یعنی اصلا اگه با پول نداره پسره نو مانی نو هانی. اصلا تو کی؟ اصلا دیده نمیشه. تمام شد.
حالا پول خب خوبه، ببین چیز بدی ببین نیست. پول خوبه خب، ولی اینکه دختر بخواد خودشو با پول بفروشه فرقی با اونی که میدون فرهنگ وای میسته نداره. میدونی چی بکنن؟ یعنی مثلا یه پولی بهت بده و که مثلا باش ارتباط داشته باشی، شما واقعا آدم چیپی هستی. من بچه که بودم مثلا 17 18 سالگی، خب رویام این بود که مثلا یه پرایوت جت بگیرم، یه یات بگیرم، یه فلان بگیرم تو 27 8 سالگی مثلا. خب الگوهای اون موقع کی بود؟ مثلا دنبیلزریان بود دیگه که این چیزا رو داشت نشون میداد. آره اونا رو داشت نشون میداد. خب من از خیلی قبل‌تر اینا تو ذهنم بود، مثلا چون از 12 سالگی موزیکو شروع کردم، همه دیجی‌ها رو نگاه می‌کردم، می‌دیدم با پرایوت جت میرن این ور اون ور. حالا به یه جایی رسیدم، به اون حد نرسیدم، به یه جایی مثلا خیلی کمتر رسیدم و اینا. الان شاید هدفم یا رویام اینه که آقا تو خوشبختی زندگی کنم. اصلا برام مهم نیست چقدر پول در بیارم. خب بالاخره اون بدیهیه رو باید در بیارم، اون متوسطه رو باید در بیارم. ببین رویا اصلا به نظر من این نیستش که تو یاد داشته باشی، اصلا نیست دیگه برای من اون مثلا میدونی ملاک نیست که مثلا. رویا اینه که داداش شما اگه میخوای بری بیمارستان خدای نکرده پول اینو داشته باشی که بتونی خودتو درمان. تموم شده رفت. میدونی من مثلا یه مریضی بعد گرفتم، از اون پیشرفته. یعنی تو اگه بتونی به یه جایی برسی که یه ماشینی داشته باشی که بتونی خرجشو بدی، یه پولی تو جیبت داشته باشی که اگه مریض شدی بری دکتر، یه پولی داشته باشی که اگه بخوای برای کسی که دوستش داری یه چیزی بخری، کادویی بخری، این خود همون رویا است. اصلا بعد از اون دیگه این میشه که شما اون استاندارد فکری تو خودت ارضا کنی. میدونی چی میگم؟ اون هم حد مرز نداره، چیز یعنی اتمام نداره. آره هر چقدر بری جلو تو الان مثلا رولکس بگیری ریچارد میل هست، ریچارد میل بگیری دست بالا دست جیکوب هست، جیکوب بگیری لیمیتد جیکوب هست. میدونی چی میگم؟ بوگاتی بگیری نمیدونم لیمیتد فراری هست، لا فراری هست، این که ته نداره. و من به نظرم آدما، حالا بحث خوبیه اینو که من شروع کردیم اینو، به نظرم آدما خودشونو دارن آروم میکنن با این قضیه، به آرامش نمیرسن. I don't hang in my hood, but I'm banging my hood. I'm a Philly.